صبح بخیر از روز سوم سفر اومدم. خب دیگه درس من نتونستم صحبت کنم. روز سوم سفر داریم میریم مسقط عمان، بریم تو شهر رو بگردیم و حالا هم تصمیم بگیریم که اصلا با تورای خود کشتی بریم یا خودمون تور بگیریم. این بادی هم تازه گرفتم، خیلی باحاله. زارا نظرم حتما بگیریم، خیلی فرمش باحاله. الان فقط ضد آفتاب زدم، اینقدر پوستم خوب شده با این ضد آفتابه باورم نمیشه. چیه؟ داریم میریم سمت رسپشن ببینیم که توراش چجوریه. صبحونه نخوردیم، از این ور به اون ور، از این سر کشتی به اون سر کشتی ها؟ خب من اینا رو کشیدم، اول تست کنم چجوریه، چون دیروز کسی درسته بود نتونستم صابونه بخورم. این اوتلس برای ریحانه، نیمرو از این چیز میده ها میره. فرنش توست بخوریم بریم داخل مسقط رو بگردیم. خب الان اومدیم پایین پله ها رو از کشتی، بعد خواهیم بریم شهر مسقط عمان رو بگردیم. این کارتو بهمون دادن برای ورود به عمان. اله امروز که بارو بندیل برداشتی؟ آره آب بندنی رو گوشم این تو کارت توریستی عمان هم بهمون دادن دیگه. هم این اتوبوس هم بگیر. این اتوبوس 145 یورو بود که ما خودمون ماشین گرفتیم، تاکسی گرفتیم خودمون، فکر کنم 80 یورو 80 دلار یادم نیست. الان وارد مسقط شدیم، بریم سوار ماشین سوار این بنا شدیم که از این محوطه بریم بیرون، بریم سوار اون ماشینی که رنت کردیمش. اینا همه قلعه است، برای نگهبانی هستن. اینجا خونه سلطانشونه. سلطان اسمش چی بود؟ قابوس. این قابوسه که گفتیم که فوت شده. از نمای نزدیکتر هم ببینید. هلو، اومدیم اینجا، داریم پیاده همینجوری مسیر رو میریم این سری جاها رو ببینیم. ریحان می توضیح بده راجع به اینجا. جدی؟ وقتی گرمه. پلاکی یک نوشته بود روش عمان، نمیدونم چی بود، اطلاعات کامل ندارم از عمان. اومدیم اینجا چای کرک بخوریم، بعدش هم تعریف میکنن که یه رستوران میخوایم بریم بعدش که بلاگرها 1000 ریال عمان معادل 150 میلیون تومان میگیرن تبلیغ کنن. اومدیم اینجا یه مرکز خریده توی مسقط عمان، اسمش موجه، الموج. خوشم اومده از این حالتش باحاله. ببینیم چه بود از مسقط. اینجاش نمیدونم جایش باحاله، یه ذره سرسبزتره. آره
این سلطان قابوسه که سلطان قبلی عمان، این سلطان هیثم جدید است. اومدیم اینجا مرکز خرید موج که گفتم. اینجا میدونه هوکا داره، حالت قلیون نمیشه کشید. خیلی بانمکه اینجا، از اینجا خیلی خوشم اومد، خیلی حال و هواش باحاله. حالا اینجا که ما اومدیم دیگه جای دیگر هنوز ندیدم و نمیدونم. هلو، از زاویه این بریم. این هوکاییه که گفتم. الان سوار این ماشینا شدیم که بریم به سمت ماشین خدا. آقا پژمان خوش میگذره؟ خیلی. الان اومدیم داخل این مسجد سلطان قابوس، بریم داخلش. خیلی خوشگله. البته داخلش فکر کنم 5 ریال عمان فکر گفتن ورودیشه و این شکلی هم که راه نمیدن اصلا، باید با حجاب باشه. فکر نمی‌کنم که داخلش ما بریم. نظرت راجع به عمان چی بود؟ خیلی خوش. شهر مسقط خوشم اومد ولی اینجوری نمیتونی بپوشی. خیلی نگاه میکنن، کل نگاه میکنن خودت معذب میشی. ولی خیلی بامزه. الان سمت همین مسجد سلطان قابوسیم، چقدر سرسبزه. از اینجا آمدیم بریم داخلش، گفتش که نمیتونیم بریم حتی تا اون محوطش که چون حجاب ندارید. نگهبان مسجد گفتش که هی داره میگه تیفون. گفتم خدای تیفون چیه؟ چقدر مگسش سیریش. خب بعد گفتش که اینجوری کرد، حتی نمیتونست اصلا حرف بزنه. بعد گفتش که باز کردم. بیاره ببینم. باز کردم گفتش که چیزه. گفت ببینم این فیلمه رو تا ته دید و اینو زد. گفتش که اولش اینجوری کرد. گفتش که اینجوری عکس گرفتی، منو اینجوری نشون داد. گفتم که نه عکس نگرفتم اینو. گفت ببینم. نشونش دادم اینو و گفتم 10:30 این. و گفت فهمیدم. ولمون کن بابا. اكل حبيبي اكل حب قلبي وما سأل. کوچه داره تنگ میشه. کوچه تنگه، بله. عروس قشنگه، بله. رسیدیم خیابون اصلی. کشتیمونه، اون کشتی. نه اون وری هست. آره آره اون کشتی من. چرا اینجوریه این ماشینه؟ لیمیتد یعنی ریدمان دیگه تو اینجا. در عقب ریدن تو ماشین. بریم. آقا پشتی مدیر برنامه هاشونه چک میکنن. تو همه چی بهت میاد. اینجا تا عکس بگیر. خب رسیدیم داخل بازار. الا گربه منطق محرومم بگیر. نگاه گربه منطق محروم. بیشی چقدر لقروی. چقدر اینجا تاریکه ریحان. ترسک نیست. برو. رفتیم یه جا حلوا از این قهوه‌های عمانی تست کردیم. چجوریه؟
خب الان برگشتیم دوباره گریم سوار کشتی بشیم. با این دلباسا میریم به سمت کشتی. الان رسیدیم به کشتی. فردا کلا رو آبیم، کشتی جوای نمیسه. پس فردا میرسیم ابوظبی. اینا کارتایی بودش که برای ورود به عمان بهمون دادن، برای ورود و خروج از مرزی که میخوایم بریم. خب به عنوان ویزا دادن که مثلا به عنوان توریست داریم که ما ویزا نداشتیم، احتیاج نداشتیم. از اینکه اجازه داشته باشی بری باز. البته بگو که پژمانینا ویزا عمانو نداشتن، ویزای مولتی اماراتو داشت. دوباره اومدیم کشتی که غذا بخوریم. آره پیتزا ترجیحمونه، بهتره، تازه تره تا غذاهای دیگه، چون خیلی اونجوری باب میلمون نیست. آسیایی یا اتبالی مالزی اینا من هیچ نمیخورم. نه خیلی دوست دارم، من باز دیدم تست میکنم ریحانه که دیگه اصلا. How are you? Good and you? Where from? Iran. Iran? Yeah. Okay. Lovely Iran. اینم غذای من و ریحانه. کلاس رقص شروع شد. چطور بود؟ بیشتر خیلی حالا. خب بعد چیز کنی کارتو بگیری بریم یه کافی بزنیم ها. نوشیدنی پیناکولادا گرفتیم اگه اشتباه نگم اسمشو، با الکل. ببینیم چه مزه‌ای. آقا ما بعد از اینکه اون پیناکولادا این تصان اشتباه بگم. خب بگو نه همینجوری مهم نیست. نه حالا ترسیدی بگو. اصلا چرا گفتم میترسم؟ ببین بعد از اینکه اونو خوردیم اومدم، من که خوابیدم بیهوش شدم. بعد دیدم ریحانه یه چقدر وقت بعدش نیم ساعت بعدش رفت و اومد با چی؟ با سیب زمینی سرخ کرده اومد تو دستش. همین که خواب بودم گفت بیا باید درست سیر پتو بخواب و فلان و اینا، یه دوتا اینجوری تو خواب گوشم دهنم. بعد هم دوباره خوابیدم و ریحانم خوابید و یهو در باز شد و هاوس کیپینگ گفتیم. بعد دیگه گفتیم دیگه بیخیال میشه حتما جوابش نمیدیم. من تو در باز کرد من تو گفتم بابا خوابیم چی میگه؟ نمیخوام تمیز کنی؟ نمیخوای تمیز کنم؟ بعد نه دوباره ادامه داد. گفتیم که نه نمیخوام فلان و اینا. الان دوباره پرسید گفت تو ما رو گفتم بله. بعد دیگه الان ساعت 9 بعد بریم اون رستوران کاراولا ببینیم که غذای امروز چیه. در نهایت این که همین دیگه بعد بریم شام بخوریم. من همین شلوارک نایکی رو این زیر پوشیدم، میدم جوری که هرچی دم دستم بود پوشیدم با این نیم تنه از بلیو و این شلواره از زارا رو دیدین قطعا و این سویشت شاید بحث مهم باشه خدای جذابیت چی باشه. استیگری بود تو تلگرام. هیچی دیگه بریم غذا بخوریم. خوش آمد بگیم ما. خسته نباشید. اومدیم رستوران میخوام علکی بخوایم علکی به یه زبونه بکنم رسیدیم ما اون بره اونها دیگه انجار اونها ریحان علکی به یه زبونه بخوایم صحبت کنیم. هیچ کش برو سکر رو Hello Mr. Anjar. آره دیشب ماهی خوردم.
آره شبیه چی نخوردم چی داره الان غذا چی داره؟ Nicola precisa falou aí, é do. چی درسته به چیز لفت چیز؟ چی باحاله الان چیکن پارمزان. Which one is special for tonight? Special. خب سالاد ما اومد، سالاد ماهیه برای ریحانه، سالاد روسیه. بخوریم چه مزه‌ایه. خب شاممون اومد، چیکن پارمسانه برای ریحانه، از این اسپاگتی هست. اینم دسرمون. غذا رو خوردیم. از غذا راضی بودی شما؟ میخوایم بریم کلاس رقص الان. ما پیداش کردیم کلاس رقص اومده اینجا امشب. 7, 8, okay? Crossing to our left side, okay? خب رقصیدی؟ Ras, back. 1, 2, مربیمون رو خیلی دوست دارم. Very easy, eh? Open, cross, open, cross, open, cross, and open. Yes? The other side. 4, 1, 2, 3, y 4. Down, up, and down. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 1, 2, and 3. 1, 2, 1, 2, and 3. Ras, ba, 3. 1, 2, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Hey, hey. Number 2, let's go. Yeah. Now number 2, let's go. Hey. وای اینقدر رقصیدیم دیگه مردم از گرما. دارم میرم اتاقم دستشو دور بیم برقصیم. ریحانه خانم خوش گذشت کلاس رقص؟ 8. قیامت رقصیدیم. قیامت. الان دوباره میخوایم بریم برقصیم. باورتون میشه؟ اصلا میشه؟ خالی هیچی هم دیرینک نخوردیم. اصلا نمیخوریم معمولا. ولی کم پیش بیاد. ساعت 1:13 شب. هیچ کس در عرشه کشتی نیست و ما همچنان دنبال پژمان میگردیم که بریم کلوب برقصیم. درسته؟ الهه؟ ما دنبال پژمان میگردیم بریم کلوب برقصیم. آره خودشه. پژمان بیا اومد. Let's go to کلوب. یه کلی اینجا رقصیدیم، اومدیم در کشتی صحنه رو داریم میبینیم که خیلی قشنگه. نه نمیدونم چرا انقدر رنگ پنگیه. یه داریم میریم بخوابیم. شب بخیر.
تعجب نکنی من اومدم؟ نه دیدمت. شب بخیر.